متفاوتی تو یوتیوب خلق کنن و با ریاکت کردن و ویدیوهای فان و چالشی جذابشون تونستن به این درآمد برسن. اونا هم از صفر یوتیوب رو شروع کردن و از یوتیوبرهای قدیمی ایرانی محسوب میشن. نفر ششم لیست من تاکسی گرلز یا همون دختر سمی یا همون کوثر عزیزیه که با 150,000 تا سابسکرایبر در حال حاضر تو یوتیوب داره فعالیت میکنه، ویدیوهای فان و چالشی و ریاکت تولید میکنه و درآمدش هم از یوتیوب ماهی تقریبا 7,000 دلار رو از قدیمی ها محسوب نمیشه، اما از جدیدی های محسوب میشه که اومده توی یه بازه کوتاه ترکوند و طرفدار خیلی زیادی هم به دست آورد. و نفر آخر لیست من توی این ویدیو خوتنه. خوتن هم ساکن ترکیه است و کانالش 142,000 تا سابسکرایبر داره و درآمد ماهانش 8,000 دلاره. این 6 هفته یوتیوبری که تو این ویدیو بهتون معرفی کردم